یک زندانی قرغیز که هفته گذشته با چند تن دیگر از محبس قرغیزستان فرار کرد در محله دورده در اطراف شهر بیشکک از طرف کارمندان حفظ حقوق کشته شد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی با استناد به منابع نهادهای انتظامی این کشور گفته است که این فرد عظمت موسورالیف نام داشت و هفته گذشته با چند نفر از زندان فرار کرد. شب 12 اکتبر سال جاری 9 محبوس از بازداشتگاه موقت یا سیزای رقم 50 در دهه نیژنی نوروزی ولایت چوی فرار کردند. در این حادثه 3 پاسبان بازداشتگاه کشته و 1 نفر دیگر زخم برداشت. یک زندانی فراری نیز بر اثر تیر پاسبانها زخمی شد.